در دهه دوردست بیوزن با پسرکش علی اصغر زندگی میکرد. علی اصغر به وایه رسید و جوان برنا و زیبای شد. من کلان شدم مادر جان. اکنون نگاه و بین تو وظیفه من، گفت روز او به مادرش. به جستجوی کار می روم. مادر 3 دانه نان پخت و به بارخلطه سفری خورجین انداخت و گفت راحت سفید و بی خطر بود پسرم. راه سفر دور و دراز خواهد بود. تو در این راه برای خود انسان نیک و نیکخواهی را همسفر بگیر. دوستی با وفای و برادری جانی بجوی. این خیل رفیق را چه خیل می یابم؟ پرسید جوان. اول وقتی دمگیری بگوی که تو خیلی گرسنه‌ای و ببین اگر همسفرت نانش را 2 تقسیم برابر کرده نیمش را به تو دهد او انسانی خوب است. در نیمه راه تو با بهانه به جای برو و از رفیقت خواهش بکن که تو را منتظر شود. اگر تا آمدنت او تو را منتظر شد او دوستی با وفاست و اگر در وقت لازمی دوستت تو را به پشتش گرفته از دریا بگذراند او برادری خوب است. جوان با مادری عزیز خداحافظی کرد و به راه برآمد. کم رفت یا زیاد معلوم نی. در سری 2 راهه با جوانی واخورد. قرار دادند که با هم سفرشان را ادامه می دهند. هنگام آفتاب نشین علی اصغر به همسفرش گفت گرسنه ماندم، بیا کمی دم می گیریم، شکممون را سیر می کنیم. او از خورجین 1 نان را به 2 قسمت برابر تقسیم کرد و نیمش را به همسفرش داد. نان را خوردند. نان علی اصغر تمام شد و جوان همراهش از خورجینش نان خود را برآورد و پشتش را به جوان گردانید و به خوردن درآمد. به علی اصغر 1 پاره هم نان نداد. علی اصغر چیزی نگفت. آنها راهشان را دوام دادند. در نیمه راه علی اصغر پند 2 مادر را به خاطر آورد و از دوستش خواهش کرد که او را کمی منتظر شود. خودش کمی دورتر رفت و در پس خرسنگ پنهان شد و دید که جوان کمی ایستاد و دست افشاند و او را منتظر نشده رفت. او انسانی خوب و دوستی با وفا نیست، فکر کرد جوان و راهش را تنها ادامه داد. چندی رفت و پس از مدت با جوان دیگری روبرو آمد. آنها قرار دادند که سفرشان را 1 جای دوام می دهند. بیا کمی استراحت می کنیم، بعد راهمون را دوام می دهیم، گفت جوان. آنها در کنار راه نشستند و جوان زود خورجینش را گشاد و علی اصغر دید که او همگی 1 نان دارد. جوان چالاکانه همان 1 نانش را گرفت و به 2 قسمت برابر تقسیم کرد و یکی را به علی اصغر داد و دیگری را به خودش ماند. این جوان انسانی خوب است، فکر کرد علی اصغر. شام فرا رسید. علی اصغر دید که همسفرش خیلی خسته شده است. به او گفت تو اینجا منتظر باش، من اطراف را جستجو می کنم، شاید در نزدیکی ها دهیه باشد، بی من نرو. علی اصغر با پیراهه کوهی روان شد و راه را گم کرد. خیلی سرسام شد و نهایت به دهیه رسید و برگشته آمده دید که رفیقش منتظر او نشسته است. تو دوستی خوب و با وفا هستی، گفت علی اصغر. آنها راهشان را دوام دادند. خیلی راه رفتند و از پیراهه کوهی
آنها را به جای آورد که جری بیتکی بود. در دامنی کوه غاری را دیدند و قرار دادند که شب را در همین غار روز می کنند. آنها به غار در آمده آتش افروختنی شدند و صدای شیهه اسبان را شنیدند. زود در پس خرسنگ پنهان شدند و دیدند که به غار با شور و ولوله و داد و فریاد 40 دزد و راهزن در آمدند. آنها گلخن افروختند و غنیمت‌های دزدیده‌شان را از خورجین‌ها برآورده در همان خرسنگی که جوانها پنهان شده بودند و پس همان خرسنگ گذاشتند. غنیمت دزدان گلیم و قالین‌های زیبا، تنگه و طلا، طبق و کاسه های زرین، شمعدان و کارت و شمشیرهای طلایی و نقرگین زیاده بود. هنگام تقسیم طلا و تنگه بین راهزنها جنگ و زنازنی سر شد و آنها با شمشیرهای برهنه به هم در افتادند. های جنگ عجیبه شد. علیاسکر از لای تگی سرخرسنگ کمی گرفت و بر رویش مالید و متاع سفید را از میان غنیمت‌های دزدان گرفت و به سر شانه‌هایش بست و شمشیر را از میان غنیمت دزدان گرفت و از میان تاریکی نعره زد و سر بالا کرد. راهزنها از تاریکی یک بار پیدا شدن مخلوق عجیب را دیده او را جین گمان کرده تلخ کف شدند. راهزنهای زنده مانده سراسیمه بعضی اسب سوار و بعضی دیگر پیاده راه گریز را پیش گرفتند. علیاسکر از پس آنها تاخت و ناگاه پایش به سنگی برخورد و سرازیر به جری افتاد. جوان همسفری علیاسکر چون این حال را دید زود از میان غنیمت‌های دزدان متاعهای گوناگون را گرفته نوک به نوک بست و مثل ریسمان دراز کرد و یک نوک این ریسمان ساختش را به درخت سری جری بست و نوک دیگرش را به میانش و به جری فرآمد. در پایان جری دریای شوخ و تیزابی و سیر تلاطم موج میزد و جوان علیاسکر را در میان آب یافت و او را به پشتش گرفت و با یاری ریسمانش با خرسنگ های جری با 100 عذاب به بالا برآورد. علیاسکر چون از بلا نجات یافت گفت تو دوستم بودی، اکنون برادرم شدی. و آنها با هم عهدی برادری بستند که تا زنده هستند با هم خواهند بود. آنها غنیمت‌های دزدان را جمع کرده و با اسب‌های پرتافته رفته آنها بار کردند و هر دو با اسب سوار شده راه خانه علیاسکر را پیش گرفتند. شامگاه به جایی رسیده دیدند که جمع آدمان در گرد گلخن نشستند و نزدیک آمده دیدند که آنها برخی برهنه و بی لباس و پایلوچند. همه‌شان غمگین و دل‌آزرده، چندی گریان. السلام علیکم، با شما چی شده؟ چرا حالتان بد است؟ پرسید علیاسکر. ما از دهه دوردستی هستیم. کاروان آراسته به کشور همسایه مویز و مغز و عسل و انجیر بردیم و به عوضش نقره و طلا، پلاس و قالی و کاسه و طبق گرفتیم. در اثنای بازگشت به ما دزدان حمله کردند و همه چیزمان را گرفتند، گفت پیرمرد محزونانه.
کو نام اسبت را گرفته فریاد کن، گفت جوان به پیرمرد. پیرمرد هشتکی کشید و اسبی که جوانها آن را از دزدان گرفته بودند دویده آمد و به نزد صاحبش ایستاد. جوانها دانستند که پیرمرد دروغ نمیگوید. آنها اسب و مال دزدیده دزدان را به پیرمرد و همراهانش دادند. بگیر پدر مالت را، گفتند جوانها. پیرمرد و همراهانش خیلی خوشحال شدند. جوانها به راه برآمدند. ما همه چیزی را که گرفته بودیم به صاحبانشان دادیم. اکنون من و تو چیزی ندارم، گفت الیاسکر. کاری خوبی کردیم، خداوند از ما راضی است، گفت جوانی همراهش. جوانها به راه برآمدند و ناگاه از پسشان صدای سم اسب را شنیده دیدند که همان پیرمرد می آید. هی به کجا؟ ما شما را دست خالی رها نمی کنیم. پیرمرد و مردهای همراهش به قدر امکان هر کدام چیزی، یکی قالی خوشگل و دیگری کوزه نقرگی، سیومی یک کف طلا و چهارمی یک کف نقره هدیه کردند و پیرمرد به آنها اسبش را تحفه کرد. صبحگاه روز دیگر جوانها به راهشان ادامه دادند. روز دیگر مادر از در خانه برآمد و الیاسکر را دید که با جوان دیگری خورجین سری کتف به سوی خانه می آیند و از پسشان اسب سمند بادپای. مادر خوشحال شد. اوچه جوان، گفت الیاسکر، من چیزی نداشتم. حالا اسب بادپا و سر و لباس خوب، تنگه و طلا و از همه مهمش دوستی خوب و برادری غمخوار دارم. مادر خوشنود شد. اکنون او یک پسر نه، دو پسری با عقل و با تمیز داشت. شکر خدا.